از امام صادق پرسید آقا علی افضل است یا آدم؟ امام صادق فرمود علی افضل از آدم، علی افضل از نوح، علی افضل از ابراهیم، علی افضل از اسماعیل، علی افضل از یعقوب، علی افضل از یوسف، علی افضل از داوود، علی افضل از سلیمان، علی افضل از موسی، علی افضل از عیسی، علی افضل از همه انبیا غیر خاتم الانبیا محمد. اون چه خوبون اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، اون چه خوبون اون چه خوبون اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، حسن یوسف دم عیسی لب موسی داری، علی جان 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 علی جان. صوفی نیستن، علی مال ما شیعه ها. ما نگیم علی، کی بگه علی؟ یهودی ها بگن، مسیحی ها بگن، جبرا بگن، عمری ها بگن، شیعه باید بگه علی. میمیرم برات علی، دورت میگردم علی، فدات میشم علی، خاک کف پای قنبرتم علی. من ای علی دوستی و عشق ورزی به علی رو از حسین دارم. چطور؟ امام حسین میگه به خدا قسم اگه خدا 100 تا پسر به من بده من اسم همشونو علی میگذاره. از بس به اسم بابامم علاقه دارم. بچه شیعه ها اسم بچه هاتون رو ایرج نگذارید، هوشنگ نگذارید، خسرو نگذارید، پرویز نگذارید. بچه شیعه ها علی، مهدی، رضا، کاظم، جواد، مرتضی، صادق، باقر، حسین، حسن. کجاییم؟ از همون اول اسما رو عوضی میگذاریم تا آخر. بچه شیعه این؟ لا اله الا امیرالمومنین کیه؟ من با کدوم زبونم بگم؟ با این زبون سرم الکنه، با زبان قلبم الکنه، با زبان دینیم کوتاه، با زبان ایمانیم نسبت به ساحت مقدسش قاصره. مگر یه زبانی خدا بدهد به پهنای فلک تا بتوانم علی جان یه ذره‌ای در فضائل تو سخن بگم. چی بگم؟ درباره علی ابن ابی طالبی که پیغمبر اکرم میگه فردای قیامت مسافرت به کشور خارج کردین، دیدین آدم وقتی میخواد بره بیرون میگن گذرنامت کو، نمیگه چمدونت کو، نمیگه اساست کو، اول میگه گذرنامت کو، پاسپورتت کو، جوازت کو، جواز عبورت کو. ها آیون عزیز، پیغمبر میگه فردای قیامت که میشه من و برادرم جبرائیل و برادرم علی ستایی ایستادیم کنار صراط سر مرگ. هر کس خواست از صراط عبور کنه اگه در دستش برات ولایت علی بود، گذرنامه عبور بود، رد میشه و الا میفته تو آتش. ای قربون تو علی بشه. علی آیان عزیز، علی ابن ابی طالب میدونید چیه؟
علی بن ابی طالب میدونید چیه؟ اون چنون شخصیتی، اون چنون عظمتی و اون چنون مقام و منزلتی دارد. علی بن ابی طالب های های پیغمبر میگه یک نقطهش خلاف نیست، همونی هست که میگه. پیغمبر میگه جبرائیل به من نازل شد، گفت یا رسول الله پروردگارت میگه به عزت و جلالم قسم لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلقت النار. به عزت و جلالم قسم اگه این مردم دست به دست هم میدادن همه علی دوست میشدن، اصلا من جهنم رو خلق نمیکردم. راوی اومد مردم قدر این نعمت ولایت رو نمیدونم. راوی اومد محضر مقدس امام علیه السلام، امام صادق گفت فلان شیعه چه گناهی کرده، قیامت شفاعتش میکنی؟ من اسم او گناهشو عمدن نمیبرم، میترسم پشتتون پهن شه. حضرت فرمود آره. گفت آقا میگم فلان گناه کرده. به به. امام صادق فرمود به خدا قسم شیعه ها بال دراریم. صدا زد به خدا قسم اگر برای به خاک مالیدن دماغ دشمنامونم باشه ما فردای قیامت شیعه هامونو بهش میبریم. حب علی حسنة لا يضر معها سیئة و بغض علی سیئة لا ينفعها حسنة. فرمود دوستی علی یک ثوابی که هیچ گناهی نمیتونه این ثواب از بین ببرد و بغض به علی گناهی که هیچ ثوابی نمیتونه اینو جبران کند. لک الحمد و لک الشکر یا ذا النعم. ممنوعتم خدا با این نعمتی که به من دادی و این دلم و علاقمند به علی کردی. اگه من بیچاره این دلم علی رو نمیخواست چه میکردم خدا؟ معلوم میشه دوستم داشتی که علاقشو بهم دادی. مگه به هر دلی خدا علاقه علی و بچه هاشو میده مردم؟ راوی اومد پیش امام صادق، به امام صادق گفت آقا فقیرم. فرمود بی خود میگی؟ گفت آقا فقیرم. فرمود میگم بی خود میگی؟ گفت به جان خودت فقیرم. فرمود میگم بی خود میگی؟ تو یه چیزی داری که اگه دنیا رو پر از جواهر کنن به تو بدن تو اونا نمیفروشی. گفت آقا چیه؟ فرمود ولایت ما اهل بیت، علاقه به ما آل محمد. اگه دنیا رو بهت بدن میدی؟ گفت نه به خدا قسم. فرمود پس تو فقیر نیستی، فقیر اونیه که علاقه به ما نداره، بیچاره اونیه که ارتباط با ما اهل بیت نداره. خدایو به آبروی علی و بچاش آتش ما رو به اهل بیت زیادتر کن. چه غم داریم، علاقه به اهل بیت داریم. ای مردم فقط بیایید یه کاری بکنید خدای نکرده بر اثر بعضی از اعمال و کردار خدا این نعمت ولایت و ازتون نگیره، علاقه به اهل بیت و ازتون نگیرد، ارتباط با آل محمد و قطع نکنه، این سیمه رو قطعش نکنن. نگه حیف علاقه به علیست که من به تو دادم، حیف محبت به